امروز میخوایم بار قاچاق ببریم پارت 2. برای گوشی پیام بریم چیه؟ هر کی پژو پارس ایلیکس فقط زنگ بزن. مثل زنگش بزنه. بیپ بیپ. الو سلام. شما گفتی که هر کی پژو پارس داره زنگ بزنه؟ اوله. خب من یه پژو پارس خوشگل مشکل دارم. بیا به لوکیشنی که برات میفرستم. باشه اومدم. خداحافظ. ما بریم به اون لوکیشنی که میگم. بچه ما رسیدیم همون لوکیشنه. من گفت که بیا یه خانه اونجا هستش بازه. من اونجا پارک کنم. دیدم با این رانندگی که من قبل خب اینجا توماس گاز خب زنگش بزنم. بیپ بیپ. الو ماما، اونجا لوکیشن ما داخل یه خونه بود. خب نه داخل خونه. چرا؟ چون این خیلی مهربانه. شما نباید ما رو ببینید. برای چی؟ باید بار قاچاق ببری. بار قاچاق؟ اوره. چرا تا میگه دیگه چیه؟ این 2 کیلو تریاک. باش. باید ببرید سمت جنگل؟ اوره. خب بعد اونجا این سمت ماشینایی که اتراق هستن خیلی نمیدونم اسمش چی بود. خب اونجا بذارم اونجا بچه میان خودشون میبرن. باشه زودتر. باش خداحافظ. ما بارو بگیریم. خب بارم گذاشتن داخل صندوق عقب. برم. خداحافظ. برم گاز بدم. ترمز. خدا تریاک چرا عطا میگو. خب گوشمو در بیارم. جنگل. اما حتما من اینجا که بسته‌یه. بکنم بازه. خب من تا برم ویدیو رو استاپ میکنم. خب بچه ما الان داریم میریم. راستی لایک و ساب کردین؟ ولی چقدر مرد صداش مسخره بود. یا سرعت خب من دیگه مسیر رو قطع کنم. چه سرعتی هم داریم میریم. آی کلم ترکی. یا حسین ایربگ فعال شد فکر کنم. من هنوز مندم رو نمیدونم. واسه همجوری تو موز بگم اینجا بریم. ایربگ چرا اونجا فعال شد ولی اینجا فعال نشد؟ یا حسین بگازیم بریم طرف جنگل. اونجا کجا نمیدونم. داریم میریم به جنگل. لیلا 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 بیا بریم به جنگل. لیلا لیلا لیلا. چی دارم برای خودم میخونم. برو من ویدیو رو استاپ میکنم. حوصلتون سر نره. خب بچه ما رسیدیم. یه اولاغ بگل نه زشته. نیزرم هست نره. خب اسقاطی دیدم با اون ذهنمون اسمش اسقاطی. همینجا میذاریم. خب
که گذاشتیم الان باید برگردیم. زنگش میزنم. الو برات فرستادم. واسه ببینم. بلشم. خداحافظ. بچه‌ها اگر دوست داشتید پارت سومش هم بریم، لایک و ساب فراموش نشه.